اول توی این قسمتش من اسلیو 2 رو خاموش کردم برای اینکه بتونیم ازش کلون بگیریم. این قسمت منیج، قسمت کلون، این قسمت رو نکس میکنیم، یه کریت فول کلون میزنیم که حتما به صورت فول این کار انجام بشه. اسمش رو میذاریم اسلیو شماره 3. مکانی که بهش اختصاص میدیم این هستش که داخل دیس پی سی هر بخشی که شما دلتون بخواد تو این کار رو انجام بدیم. دل بخواهی اسلیو شماره 3 اوکی میکنیم و فینیش میکنیم و این کلون که تموم میشه سیستم میاد بالا و شروع میکنیم به تنظیم کردنش. سلام استاد، من رضا اسماعیلی ام. از جا باید بریم تنظیمات شبکه رو انجام بدیم. خب این 4 تا نودی که داریم، 3 تای اول که تنظیماتشون انجام شده، نود اسلیو شماره 3 اضافه شده. منتها اسلیو شماره 3 تنظیمات شبکهش باید جوری باشه که مطابقت داشته باشه با تنظیمات شبکه بقیه دیوایس‌ها. ما داخل یه شبکه خب مک آدرس دیوایس‌هامون نمیتونن قاعدتاً یک دونه باشن و ما چون که اسلیو 3 رو اومدیم کپی کردیم از روی اسلیو 2، اینا مک آدرسشون یکی هستش. پس اولین کاری که می‌کنیم میریم مک آدرس اسلیو شماره 3 رو تغییر میدیم. داخل ستینگ بخش تنظیمات شبکهش ادوانس، اینجا کافی جنریت بزنم یک مک آدرس دیگه به ما میده. اما برای اینکه این 4 تا نود بتونن با هم ارتباط برقرار بکنن، خب باید داخل یه شبکه باشن. داخل شبکه ما برای اینکه چند تا سیستم رو داخل یه شبکه بیاریم، کافی اونا رو به یه سویچ وصل بکنیم که اینجا خب ما به صورت مجازی این امکان رو داریم و اینجا سویچ های زیادی داریم و کافی همه این اسلیو و نودامون رو داخل یه دونه از این سویچ ها بندازیم که اینجا همه اسلیو داخل وی ام نت شماره 0 قرار داده شدن و بنابراین اینا داخل یه شبکه‌ن و میتونن با هم ارتباط داشته باشن. مرحله بعد برای این نودمون یه دونه اسم بذاریم که بتونیم با اسمش یا همون هاست نیمش داخل شبکه بهش SSH بزنیم و کارمون رو راحت تر بکنه. خب این اسلیو 3 هستش. برای اینکه اسمش عوض بکنیم یه فایل کانفیگ داریم که بالا بیاد بریم درستش بکنیم. نودای دیگه هم دارن بوت میشن، به خاطر هم یکم سیستم کند شده. خب OS ما بالا اومد، بریم هاست نیمش رو درست بکنیم. مسیر فایل ما ببخشید داخل etc هستش و اسم فایلش هم هاست هستش. پسوردش خب ما چون از روی اسلیو 2 کلون کردیم، اسم اسلیو 2 هستش اینجا. اینو 3 میکنیم. خب این که تموم شد، بریم آی پیش رو درست بکنیم.
خب آدرس شبکه ما 192.168.1 هستش. داخل شبکه IP ها دو قسمت دارن، یک بخشش رو بهش میگن نتورک پورشن، یه بخشش رو بهش میگن هاست پورشن. این سه بخش اول نتورک پورشن هستش و آدرس شبکه رو نشون میده و همه نودهای ما این سه بخش اولشون باید یکسان باشه، به این معنی که همه اینا داخل یه شبکه هستن که همشون 192.168.1 هستن. حالا آدرس این نود ما داخل این شبکه 13 هستش. نت ماسک هم که در واقع اون قسمت‌هایی از IP که آدرس شبکه رو نشون میدن 255 میذاریم، اون بخش هاست پورشنش رو 0 میذاریم. دیفالت گیتوی ما هم که 1 هستش. که IP لپتاپ هستش. IP ورژن 6 رو هم باید حواسمون باشه که غیر فعالش بکنیم، فقط از IP ورژن 4 استفاده بکنه و اسمش هم که خب اسلیو 3 گذاشتیم دیگه. بعدش حالا باید سیستم رو ریبوت بکنیم تا تغییراتی که انجام دادیم اعمال بشه. خب سیستم ریبوتش تموم شد، تنظیم و شبکه رو که انجام دادیم. برای اینکه ببینیم نودامون ارتباط بینشون برقرار نه، یه پینگی میگیریم داخل شبکه. خب میبینیم که از طرف مستر داره پاکت ها دریافت میشه و داره پاسخ میده، ارتباط برقراره. بریم سراغ مرحله دومش که مرحله دومش ارتباط SSH هستش. برای SSH ما از asymmetric encryption استفاده کردیم، به این معنی که ما دو تا کلید داریم اینجا، یک پابلیک کی داریم، یک پرایوت کی داریم و این امنیت ارتباطات ما رو داخل شبکه خیلی بالا میبره. ما با یک پرایوت کی داده ها رو دیکریپشن میکنیم و یک پابلیک کی داریم که داده ها رو انکریپشن میکنیم. ولی برای اینکه بتونیم با پابلیک کی و پرایوت کی کار بکنیم باید قبلش این کلیدا رو تولید بکنیم. منتها ما چون که از روی اسلیو 2 اومدیم کلون رو انجام دادیم، روی اسلیو 2 قبلا کلیدا تولید شده و باید بریم اول کلیدایی که وجود داره رو پاک بکنیم و بیایم دوباره کلیدا رو جنریت بکنیم. کلیدا داخل پوشه .ssh هستش که دیلیت شد. حالا باید بریم دوباره جنریتشون بکنیم. برای جنریت کردن دستوری که داریم SSH کیجن هستش، مخفف کی جنریشن، و اینجا میتونیم الگوریتم تولید کلیدا رو بهش بگیم که از الگوریتم RSA اینجا استفاده شده. اینجا کلیدا رو میخواد تولید بکنه، میگیم اینجا مسیر پیشفرضش رو به ما داده که اینتر میزنیم، میگه پسورد چیزی میخوای بذاریم و نمیخوایم، اینتر میزنیم، کلیدای ما تولید شدن. حالا باید این پابلیک کی که اینجا تولید شده رو بریم داخل نود مسترمون اونجا کپیش بکنیم که نود مستر با توجه به این پابلیک کی این نود اسلیو 3 احراز هویت رو انجام میده و از اینجا بعد میتونیم تونل SSH مون رو بزنیم و تبادل اطلاعات رو انجام بدیم. برای اینکه کپی بکنیم کلید رو دستور ssh.copy id رو میزنیم و با داش پی پورتش رو مشخص میکنیم که ما از پورت 22 برای این انتقال میخوایم استفاده بکنیم و مسیر کلیدا رو باید بهش بدیم که مسیرش پوشه .ssh هستش، اسم فایلش id
rsa.public key هستش. پرایوت کی رو باید پیش خودمون نگه داریم. پرایوت کی حتما باید بمونه. بعدش پابلیک کی رو میریم داخل نود مستر که mpi @master هستش، اونجا کپی میکنیم و پسورد مسترمون رو وارد کنیم. این قسمتش تمامه دیگه. از جا بعد میتونیم SSH رو بزنیم که برای تستش SSH مستر رو میزنیم و ارتباط به درستی برقرار میشه. سلام استاد، وقتتون بخیر. تنظیمات شبکه واسه MPI تموم شد که آقای اسماعیلی توضیح دادن. این قسمت من توضیحات NFS و فایل شیرینگ رو بهتون میگم که اصلا NFS چی هست. NFS مخفف نتورک فایل سیستمه که از این ما استفاده میکنیم توی سیستم های لینوکسی و دلیل استفادهش هم این هستش که شما وقتی NFS و NFS سرور رو دارین ران میکنین یک فایلی رو به صورت لایو در سیستم های دیگه میتونید ببینید و خب این کار باعث میشه که شما اگر تغییراتی روی سرورتون داره رخ میده توی نودی که در واقع دارید، حالا اون نود میتونه یه سیستم دیگه باشه، نیاز نباشید هی برید اون فایل رو دانلود کنید. به صورت لایو NFS میاد اون فایل رو روی نودهای دیگه‌ای که بهش دسترسی دادین بهتون نمایش میده که خب فقط واسه سیستم‌های لینوکسیه. اگر بخوایم واسه سیستم‌های ویندوزی استفاده کنیم نمیتونیم، باید از یه چیزی جداگونه به اسم سمبا استفاده کنیم واسه سیستم‌های لینوکسی، واسه پیاده سازی NFS. تمامی سیستم‌هامون باید لینوکس باشن. خب حالا توی مرحله اول باید تمامی اسلیو هامون رو با مسترمون سینک کنیم که در واقع همون دستور ماونت شدن هستش که اینجا انجامش میدیم. شیر فولدر داخل دسکتاپ هم که فایل فولدری هستش که ما الان شیرش کردیم بین از توی سرور بین اسلیوامون اومدیم شیرش کردیم. پسوردش رو وارد میکنیم. اوکی، الان توی اسلیو یک سینکمون انجام شد و شیر فولدرمون رو داریم میبینیم که اینجا اطلاعات اومده و به صورت لایو هستش. میریم داخل اسلیو دو هم این کار رو انجام دادیم و میبینیم که باز هم شیر فولدر اینجا الان خالیه. باید این کار رو انجام بدیم تا شیر فولدرمون سینک میشه در واقع با مسترمون. دقیقا همون دستوره، فقط داخل اسلیو دو ما اینو انجام میدیم. داخل دسکتاپ و گوشه شیر فولدر پسوردش هم وارد میکنیم و اینم با موفقیت انجام شد که رفرش کنیم میبینیم که فایل ها به صورت لایو اومدن از داخل مستر. اما میریم داخل اسلیو 3 که ساخته بودیم و این پوشه دوباره میبینیم خالیه. حالا دوباره دستور ماونت شدنش رو اینجا وارد میکنیم. سودو ماونت آدرس شیر فولدر پسورد رو وارد میکنیم و میبینیم که خطا گرفتیم و خطامون داره میده اکسس دینای شده توسط سرور. خب
خط پرمیژن دیناید یا اکسس دیناید گرفتیم از سمتش که خب یعنی سرور اجازه نمیده. باید بریم داخل سرورمون پوشه etc export که من بازش کنم. پوشه etc export در واقع پوشه است که اطلاعات نود هامون داخلش ذخیره میشه که هر نودی با چه آی پی چه دسترسی داره. که خب اینجا میبینیم دوتا نودمون که 11 و 12 است، یعنی نود اسلیو 1 و اسلیو 2 مون وجود داره. کافیه ما اینو کپی کنیم و پیستش میکنیم، آی پی رو هم میکنیم 13 که میشه اسلیو 3. سیو میکنیم و سیو میکنیم و میایم بیرون. مجددا وارد اسلیو 3 میشیم و دستور رو اجرا میکنیم. خب دوباره پرمیژن دیناید گرفتیم. الان باید استاتوس NFS مون رو بگیریم داخل سیستم و ببینیم که استاتوس NFS مون داخل سیستم چیه که با سیستم CTL میگیریم. استاتوس NFS کامل. خب ببینیم که مسک شده و این اکتیوه، حالت مسک هست و واسه اینکه بخوایم از مسک در بیاریم ما باید سرویس NFS مون رو ریپیر کنیم که واسه این کار یه کانفیگ اولیه‌ای که در واقع خود NFS داره رو باید پاک کنیم. از دستور ریموو استفاده میکنیم. یه سودو بزنم من اینجا چون دستور. خب اوکی پاک شد. دوباره سیستم CTL شد. اوکی خب ما الان در واقع ریلودش هم کردیم. دوباره میخوایم که حالا استاتوسش رو بگیریم. خب میبینیم که الان لودد شده دیگه، یعنی اولا ماسک نیست، رو حالت ایناکتیوه ولی لود شده، اوکی هست. الان دیگه خطای ماسک رو نمیگیریم، فقط کافیه که دوباره اصلاحش کنیم که از حالت ایناکتیو حالت اکتیو بره. که الان خب استاتوسش رو بگیریم میبینیم که الان اکتیوه، این ثبت شدنش نشانه اکتیو بودنش هست. و حالا دوباره دستور اولیه‌مون رو اجرا میکنیم. خب دوباره پرمیژن دیناید گرفتیم توسط مستر. یه باید که بریم داخل مستر چکش کنیم ببینیم درسته. چه دسکتاپ چت فولدر 1.13. خب به نظر که درست میاد. خب الان پرمیژن دیناید گرفتیم. ما یادمون رفته بود که داخل اکسپورت باید دستور ریستارتش رو هم انجام بدیم. اول سودو export fs-a. حالا هم که دستور ریستارتش رو میزنیم که دوباره فایل هایی که داخلش گذاشتیم رو در واقع بخونه و انجامش بده که ریستارتش هم انجام شد. دوباره بریم داخل اسلیو و الان میبینیم که کار ماونت شدنش هم اوکی شد و دیگه الان باید سینک باشه
لودینگ، صبر کن تا دیتا رو بگیره. صبر میکنیم دیتا رو بگیره، وارد لودینگ مود. خب می‌بینیم که الان دیتا رو گرفت و لودش هم انجام شد. دیتا الان داخل اسلیو 3 مون وجود داره. خب الان کار فایل شیرینگمون هم تموم شد. اساسش هم که آقای اسپایلی توضیح دادن. میریم مرحله آخر که خود آقای نصیری الان بهتون توضیحاتشو میده. سلام مجدد. خب حالا برای اینکه ما ببینیم این کاری که ما الان انجام دادیم داره درست کار میکنه یا نه، الان ما شبکه رو کانفیگ کردیم، تموم شد، SSH رو زدیم و فایل شیرینگمون رو انداختیم، اینها اوکی شد. الان برای اینکه ما به موقعیت آخر برسیم و ببینیم که چه کارهایی رو انجام دادیم یا نه، درست انجام دادیم یا نه، ما اول وارد ترمینال میشیم. تو همین قسمت این نرم افزاری که الان من دارم MPI-Prime.c، این خودش یه دونه نرم افزار برای اگزمپل، ببینیم کار میکنه یا نه. میایم اینجا دستور MPI-cc میزنیم و MPI-cc اسم فایل رو میزنیم، اسم فایل MPI-Prime.c هستش. بعد میگیم این خروجی فایل رو برای ما اسمش رو بذار output فایل برای ما بذار. دستور رو که اجرا میکنیم اینجا ما یه اوتپوت فایل به ما میده. این اوتپوت فایلمون رو ما میتونیم باید داخل شیر فولدر بذاریم که ما اینجا زمانی که میخوایم بذاریم من اینو از قبل کپی کردم، زمانی که ما این رو میخوایم اینجا بذاریم و تمام سیستما میان از اینجا برمی‌دارن فایل و ما فقط دستورات رو از طریق SSH بهشون میگیم که شما کدوم قسمت از این فایل رو بریم اجرا کنیم و عملا فایل از قبل پریشیل شده اینجا برای ما و وارد اینجا میشیم. این قسمت اوپن ترمینال میزنیم که فایل رو بشناسه و دستور MPI run رو ما میزنیم و داخل MPI run ما میزنیم که هست فایلمون رو براش تعریف میکنیم، اسمش میزنیم هست فایل. ببینید من از قبل اینو تعریف کردم و اینجا بریم قسمت نیو ویندو. ما اینجا باید بهش بگیم که اسلیو 3 مون چند تا اسلات داره. میزنیم sudo nano پوشه فایل etc هست فایل 1. من اینو یه فایل تعریف کردم، اسمش گذاشتم هست فایل 1 داخل پوشه etc. زمانی که پسورد رو میزنیم و واردش میشیم میبینیم که اینجا برای اسلیو همه دوتا تعریف کردیم، ولی من الان اینجا برای اسلیو شماره 3 تعریف نکردم که شما چند تا اسلات داره این سیستم و میام براش اسلیو 3 رو تعریف میکنم که این تعداد چیز رو داره. اینجا این تعداد اسلات براش تعریف شده است. کنترل ایکس میکنیم میایم بیرون و میگیم که از این بیایم بیرون هست فایل 1 و بهش میگیم که شما چند تا میتونید استفاده کنی؟ 8 تا. ببینید ما دو تا رو مستر داریم، دو تا رو اسلیو 1، دو تا رو اسلیو 2، دو تا رو اسلیو 3، جمعاً 8 تا الان ما میتونیم همزمان پروسس کنیم. پس اگه 8 رو بزنم سیستم اگر کار کنه یعنی ما عملیات رو درست انجام دادیم. اوتپوت فایل رو میزنیم ما که این رو شروع کنه به ران کردن. ارور میده unable to open host فایل 1. آها من آدرس فایل رو بهش اشتباه دادم. اینجا باید میگفتم etc، یه دونم این رو باید میزدم که میگفتم هست فایل 1 اینجاست. دوباره با ما ارور داد. اروری که داده مبنی بر، بزنین ارورشو بخونیم چه اروری داد به ما. اسلیو 3 اینجا بالاتر اومده unable to اینجا couldn't resolve host name slave 3 resolution SSH not resolve. ببینیم ما از داخل این میتونیم SSH بزنیم به اسلیو شماره 3. اسلیو 3 براش تعریف نشده داخل شبکه. بزنیم اینجا میایم sudo nano میکنیم etc
هست رو اینجا اسلیو 3 براش تعریف نشده بود، اینجا باید تعریف میشد. توی داخل مستر 192 اینجا باید براش تعریف کنیم. دات 1 دات 13 یعنی اسلیو شماره 3 هستش و این فایل رو سیو میکنید، اکسیت میکنید، دوباره SSH بکنیم به اسلیو شماره 3. بله اینجا میبینیم که اومده بالا. اکسیت میکنیم از اینجا و حالا به سیستم ما میگیم که سودو بیا این فایل رو دوباره برای ما اجرا بگیر. ببینیم ارور به ما میده یا نمیده. تا حالا توی اسلیو ها دستور تاپ رو میزنیم که ببینیم چه پروسس هایی داره در حال حاضر داره انجام میشه. دستور تاپ رو میزنیم. میریم داخل مستر. نوشته اسلیو یک مشکل داره. ببینیم اسلیو یک مشکلش چی هستش. شیرد فولدرش سینک هست و ببینیم که از طریق میتونیم SSH بزنیم به مستر یا نه. بله تونستیم SSH بزنیم از طریق مستر. ببینیم چه میتونیم SSH کنیم به اسلیو شماره 1 رو، شماره 2 رو. آها نوشته که کد حساب خاص نیم اسلیو اشتباه زدم، اشتباه تایپی دارم اینجا. اسلیو شماره 1. بله اینجا هم میتونیم پیداش کنیم و دسترسی رو بهش داشته باشیم. ترمینال رو من بستم. الان چک کردم اون مسیری که من داشتم کار میکردم اشتباه بود. باید داخل این مسیر شیت فولدر این دستور MP ران میکردم که این خروجی ما اینجا باشد. ما اونجا که میزدم خروجی نبود، برای همین ارور به من میداد. الان سیستم داره کار میکنه. بریم روی اسلیو شماره 3 رو دستور تاپ که میریم. بله اوتپوت فایل رو همین بالا میبینیم که نزدیک 90% CPU رو به خودش گرفته. اسلیو شماره 2 هم فکر کنم فایل اجرا شد و تموم شد احتمالا. رو تمام سرویس ها ما دستور تاپ رو میزنیم که ببینیم. تاپ رو اینجا میزنیم و روی اسلیو 2 هم تاپ رو میزنیم. الان همه سیستم ها تاپ زده شد که ببینیم داریم چیکار میکنیم. دوباره دستور رو ران میگیریم ما ازش. الان روی اسلیو شماره 1 باید اون اوتپوت فایل باید بالا باشه. بله میبینید 90% CPU روی اسلیو 2 هم 90% CPU رو به خودش اشغال کرده، نزدیک 100%. پس هم الان کلاستر ما داره کار میکنه و تمام ست اسلیو ما درگیر این پردازش هستن و کلا بحث کلاستر کردن ما تمام شد. خیلی متشکرم بابت توجهتون. سلامت باشید. خدا نگهدار.